همین جوان از زمانی که در فضای اینترنتی در شبکه‌های اجتماعی به گپ درآمد، از ستر و حجاب، از حقوق مسلمانان تاجیکستان دفاع میکرد. پس مادر عبدالرحمن در گردن هر یک نفر سطرپوش، هر یک مادر خواهر سطرپوش حق دارد. مادر عبدالرحمن در گردن هر یک مردک هایی که خواهرشان، مادرشان، دخترشان سطرپوش است و کلمه درباره ستر و حجاب از زبانشان نبرآمده است، دفاع کردن نمیتوانند و بجای آنها عبدالرحمن صدا بلند کرده است، بجای هزارها مردانی که صدایشان شنیده نمیشد صدا بلند میکرد، جانش را در کف دستش گرفته گپ میزد. امروز عبدالرحمن و مادرش در تمام گردن مسلمانان تاجیکستان حقدار است و باید با پشتیبانی از مادر عبدالرحمن تمام تاجیکستانی ها، تمام مسلمانان تاجیکستان باید صدا بلند کنند، باید پشتیبانی کنند. گلبدین زیابکوف خیست گفت که وقتی زنده بود، وقتی قرغیز ها آمدند به مرز، گفت که من آماده هستم بروم از مرز کشورم دفاع کنم. مرز واروخ مرز تاجیکستان بود. هر یک در گردن هر یک تاجیکستانی گلبدین زیابکوف و مادر گلبدین زیابکوف گفت که فرزندش را جوان مرگ کردند، در عین جوش خروش جوانیش به قتل رساندن حق دارد.